بسو اینو کمش کن و خاموشش کن. بسو اینو کمش کن و خاموشش کن. والا انگار یه انگار شهر شلوغ بلوغ همینجوری برخوشون آهنگ پخش میکنم دنبال زیمبو. چه خبره؟ والا انگار یه انگار شهر شلوغ بلوغ همینجوری برخوشون آهنگ پخش میکنم دنبال زیمبو. چه خبره؟ کی میگه شهر شلوغه؟ هوشنگ. کی میگه شهر شلوغه؟ هوشنگ. آقا هوشنگ نیست آخه راپورت چیه رادیو میدون ارگه واسه همینه. آقا هوشنگ نیست آخه راپورت چیه رادیو میدون ارگه واسه همینه. هوشنگ میگفت امروز جوری شهر خیلی شلوغ پلوغ و قاطی باطیه. هوشنگ میگفت امروز جوری شهر خیلی شلوغ پلوغ و قاطی باطیه. خیلی هم نگران حال آقای مصدق بود که وقت بلای سرش نیاد. خیلی هم نگران حال آقای مصدق بود که وقت بلای سرش نیاد. پس چرا پا نمیشه بیاد پیش زن و بچهش؟ پس چرا پا نمیشه بیاد پیش زن و بچهش؟ بابا هوشنگ اداره جاتیه. بابا هوشنگ اداره جاتیه. همینجوری سرش حساب تو حساب کتابه. همینجوری برچالوس کده که نمیاد بشینه بر دل من. همینجوری سرش حساب تو حساب کتابه. همینجوری برچالوس کده که نمیاد بشینه بر دل من. آبجی مثل ماه شدی. آبجی مثل ماه شدی. تو مثل ماهی سیر تو سماقی. تو مثل ماهی سیر تو سماقی. کجا؟ بی خبر. کجا؟ بی خبر. باید برم مامان با فرهاد قرار دارم. باید برم مامان با فرهاد قرار دارم. قراردونتون پر نشد انقدر با هم دیگه قرار میذارین؟ قراردونتون پر نشد انقدر با هم دیگه قرار میذارین؟ همینجوری خوبه دیگه. منم میخوام زن یکیشم مثل فرهاد. همینجوری خوبه دیگه. منم میخوام زن یکیشم مثل فرهاد. لعنت به شیطون بی حیا سیمی. لعنت به شیطون بی حیا سیمی. چی گفتم مگه؟ چی گفتم مگه؟ راست میگه مامان چیزی نگفت که. راست میگه مامان چیزی نگفت که. تو بی خود پشتی این در نیای این وکیل بستی نمیخواد که. تو بی خود پشتی این در نیای این وکیل بستی نمیخواد که. خودت هم برو لباست در بیار بیا بگی بشین امروز روز کوچه رفتن نیست. خودت هم برو لباست در بیار بیا بگی بشین امروز روز کوچه رفتن نیست. خبری میخواست بشه همون 2-3 روز پیش شده بود. خبری میخواست بشه همون 2-3 روز پیش شده بود. شاه که از مملکت رفته، زاهدی که متواریه، نصیری که تو حبسه. شاه که از مملکت رفته، زاهدی که متواریه، نصیری که تو حبسه. دکتر مصدقم خدا رو شکر صحیح و سالمه. دکتر مصدقم خدا رو شکر صحیح و سالمه. نریا تا عصر بمون تا من برگرد. نریا تا عصر بمون تا من برگرد. مادر جون صبر میکردی تا زور بابات میومد هر جا میخواستی میبرده. مادر جون صبر میکردی تا زور بابات میومد هر جا میخواستی میبرده. نگران نباش قربونت برم امروزم یه روزه مثل روزای دیگه. نگران نباش قربونت برم امروزم یه روزه مثل روزای دیگه. نگران نباش قربونت برم امروزم یه روزه مثل روزای دیگه.